ما چقدر امام زمانمون رو دوست داریم. جوونا، شما موتورتو بیشتر دوست داری یا حجت ابن الحسن؟ لباساتو، این لباسای خوشگل که می‌خری می‌پوشی بیشتر دوست داری یا امام زمان؟ اینقدر که نگرانی اتوی اینا نره، اینا آسیب نبیند، اینقدر نگران هستی امشب امام زمان کجاست، چیکار میکنه؟ شما آقا بچه‌هاتو بیشتر دوست داری یا پسر نرجس خاتون؟ شما پولاتو بیشتر دوست داری یا پسر نرجس خاتون؟ گفته بود آقا یه خورده بعد دوستش داشته باشید، یه ذره بعد باش انس داشته باشی، یه ذره بعد یادش کنی. هر کی رو آقا اونقدر دوست داری که یادش میکنی. مثلا شما یه ماشین صفر گرفتی گذاشتی دم در، الان اینجا نشستی همش میگه خط نندازن دیگه. یه ماشین همین امروز صبح گرفتی، تحویل گرفتی از کمپانی، گاهی وسط منبر من پا میشی میره یه سرکشی میکنی، میگی ببینم اوضاعش چجوریه. انقدر نگران پسر نرجس خاتون هستی که پسر نگران موتورتی، نگران ماشینتی، نگران بچتی. همونقدر که آقا رو یاد میکنی همونقدر دوستش داری. ما بعد امام زمان رو دعا کنیم. بعد 110 جوونا 110 فایده و برکت ذکر میکنه برای کسی که پسر نرجس خاتون رو دعا کنه.